بله، من فقط دو تا نکته رو خواستم اشاره بکنم. یکی این که آقای ریوندی از دوستان قدیمی منه. این به خاطر تو گفتی منه. دو، چون خب خیلی ها میدونن که ایشون از دوستان قدیمی منه و کارش ایجاد شادی اصولا. از باشگاه پرسپولیس به من زنگ زدن برای پست شادی بعد از پیروزی از آقای ریوندی. دلت خنک شو. الان احساس سبکی میکنی. یکی از رفقاش اومده بود سمنو بخوره، اشتباهاً حنا خورده بود، حالش خیلی خراب شده بود. رفت پیش دکتر. دکتر بهش گفت چته عزیزم؟ گفت آقای دکتر هیچی نمیدونم، فقط میدونم تو شکمم حنابندونه، تو روده هم بله برون. اوضاع خراب. میگن در کل دنیا فقط یک ایرانیه که میتونه هر چیزی رو که از دستش زمین میفته با فوت کردن ضد عفونی کنه میخوره. خرما پر از شیر است، میفته رو خاکا چی میخوری؟ تعجب میکنم. من یه آهنگ لوری براتون میخونم. و از اون جایی که مطمئن هستم شما ترجمه این شعر رو متوجه نخواهید شد، من ترجمه میکنم بعد براتون. ترجمه: شانه هایت را برای ترجمه شد. ابتدای برنامه چون که بحث تأهل و تجرد بود، یک آمار رو خدمتتون اعلام میکنم. تحقیقات نشون داده مردان متأهل 2 برابر مردان مجرد عمر میکنن، اما 100 برابر اونها شبا همش. عزیز من آقا چی بیا، تو بیا. عزیز ما ببینید، شبا همش نه، روزا همش. به خاطر اینکه ما شبا لالا کردیم، آقا پلیس بیداره. شاعری میگوید پاسبانا تو از آن شادی که شب مستم گرفتی، من از آن شادم که می افتادم و دستم گرفتی. خیلی مفهوم هست توی قضیه، خیلی اهمیت داره. دخترها هیچ چیزی از خداوند نمیخوان جز یک شوهر خوب، اما به محضی که اونو پیدا کردن دیگه همه چی میخوان از اون بدبخت. اون باید فراهم کنیم. لذا در همین خصوص من شعری رو تقدیمتون میکنم از خواهر حافظ. بالاخره خواهرش هم میتونسته شعر بگه. میفرماید که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، شوهر خوب مگر گیر کسی می آید. و در همین خصوص سعدی علیه الرحمه میفرماید چو دیگر نباشد امیدی به شوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. برای اینه که دختر قدر میخورن، امیدی نیست.